سلام. امروز یه سری نکات رو در مورد تبل آچاری میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینین کیفی که الان من دارم درست میکنم این چرم رویم هست که چرم بوزیه و تقریبا ضخامتش زیاده. بعد چرمی هم که برای آستر استفاده میکنم چرم طبیعی خامه. موقعی که ما میخوایم آستر رو به خود رویه کار بچسبونیم تو قسمت‌های تبله، باید یه چند تا نکته رو رعایت کنیم. اولا اینکه الان این تبله قسمت زیری کیفه. تبله ما حتما باید دو طرفش رو لیویس کنین. خب حالا اینو بعد دلیلش رو بهتون میگم که چیه. دو طرفش رو تقریبا به اندازه 1 سانت لیویس میکنین که ضخامت چرم رو تقریبا به نصف کاهش بدین. مثلا اگه 1.5 میله تقریبا به 0.7 کاهش بدین ضخامت چرم این 1 سانت دو طرف رو. بعد آستری هم که خب باید نازک باشه دیگه. اگر آستریتون جنسش یعنی جنس چرم آستریتون یک مقدار ضخیم بود و خواستین از چرم دیگه‌ای غیر از چرم طبیعی خام که خب حالا نازکیش به اندازه کافی هست استفاده کنین، این هم دو طرفش رو، این دو طرف اینجا رو هر کدوم 1 سانت، اینم 1 سانت یا حتی 1.5 سانت اینم لیویس میکنین. بعد موقع چسبوندن چرم ببینید من اینو یک مقدار همیشه آستری رو بزرگتر میگیریم دیگه. وقتی که اینو میچسبونم روی، یعنی رویه رو روی آستری کامل تو اون جایی که هست قرار میدم، این وسطش رو با دستم چسبش رو محکم میکنم، اما کناره ها رو نه. کناره ها رو با دست باید حالت بدین به این شکل. اینم بعد دلیلش رو بهتون میگم که چیه. کناره ها رو با دست حالت میدین به این شکل و صاف نمیچسبونین. حتما قبل از اینکه کامل بچسبونین کناره ها رو با دست حدود 1 سانت حتی حالت میدین به این شکل. ببینین یک حالت اینجوری میگیره و همینطور این طرفش. خب ببینین الان شکلشو، یعنی دو طرفش هر کدوم 1 سانت به طور کامل تا خورده و این برم دیگه این چروک نمیفته دیگه. وقتی که اینجوری تا میدین قبل از اینکه کامل بچسبونینش باید حتما این کارو بکنین. خود همین کار باعث میشه که این دوتا لایه به هم بچسبن. حالا میتونین با یه اسلیکری چیزی این رو هم اینجوری چرم رو به این حالت نگه دارین، چون این حالت گرفته این رو کامل دو طرف رو بچسبونید. و این سمتش و خب این دو سمت هم که بعد با یه دونه قلتر قسمت های وسطش هم کامل بچسبونید. پس ما دو طرف کارمون به این شکل حتما باید یه مقدار قوس داشته باشه به سمت بالا که الان دلیلش رو بهتون میگم. تبله های کناری رو من همین کارو کردم. برای تبله های کناری حالا این قسمتش که یک برش اینجوری میخوره، حالا مثلا 1.2 از این دو طرف میذاریم و 1 سانت میایم بالا که این و این بعد به هم وصل میشن. تبله های کناری رو من دقیقاً به همین شکل حالت دادم و بعد چسبوندم. ببینید یکم قوس داره به سمت داخل این و این تبله های کناری. خب حالا دلیل این کار چیه؟ ببینید تو این کیفی که من قبلا درست کردم کامل میتونید اینو ببینید. توی این کیف اگر شما نیاین این قسمت ها رو، یعنی اگه نیاین چرم رویتون رو لیویس کنین و این قسمتی که میخواد، یعنی تبله که میخواد به این چرم وصل شه رو نیاین
نازکتر، یعنی مثلا ضخامت این اگه 2.5 میله، اگه این ضخامتش همون 2.5 میل باشه، جلوی کیف به خصوص این قسمت ها که به تبله ها وصل شده، این 3 قسمت که به تبله ها وصل شده اینقدر صاف وای نمیسته و به جلو خم میشه. چرا؟ چون اون فشار برای هم این طرف و هم این طرف یکسانه. شما برای اینکه این صافی رو بتونین در بیارین، یعنی که ببینین الان این قسمت جلوی کیف من کاملا صافه، یعنی اصلا به جلو خم نشده. خب برای که بتونین این صافی رو در بیارین حتما باید این چرم قسمت تبلتون، قسمت هایی که میره توی دوخت، حتما باید نازکتر باشه که انگار قدرت اینور به اینور چیره بشه و این خم نکنه این سمت رو. و ما دقیقاً به خاطر همین این کار میکنیم. و اون قوسی هم که میدیم دوباره دلیلش همینه. دلیلش اینه که من اینجا وقتی که تو اینو قوس میدم، دیگه یه راهی برای این درست میکنم که این خوب وایسته و این رو خم نکنه. هم اینو نازک کردم لبه هاشو و هم قوس دادم. دیگه این به هیچ عنوان جلوی کیف منو از حالتی که اینجوری زیبا و صاف وایسه خارج نمیکنه. نکتهش اینه فقط. امیدوارم که از این ویدیو استفاده لازم رو ببرین و نکات خوبی رو گرفته باشین. تا ویدیو بعدی و آموزش بعدی، خدا نگهدار.